سلام. قبل شروع بگم که این اولین ویدیوی چنله و دلم میخواد سوای اینکه فانو سرگرم کننده باشه براتون بتونم اطلاعات واقعا خوب و مفیدی بهتون بگم اگه قصد اومدن تو این شغل رو دارید. این کجا اینجوری ها فردا که میذاریم ویو میخوره خیلی عجیبه. بده سریع استوری بذارم اینترنت باشه بهتر میشه دیگه. من خودم ادمین نیستم متاسفانه. حالا چرا متاسفانه؟ یعنی مثل کارمندی نیاز نیست شما همش پشت میز باشین اینجوری فان داشته باشین و آره اصلا بیشتر وقتشون هم مثلا اینجوری واسه خودشونن. واسه تون از اینا میارم میخورین توش چاییه. No God please no no. خب بریم سراغ کار. خوبی ادمینی اینه که شما میتونید همزمان برای چند نفر کار کنید و واقعا به درآمدهای خوبی برسید. دوستای من ادمینی رو تازه شروع کردن و همزمان برای 2 مغازه دارن کار میکنن. و جالبه بدونید هفته‌ای فقط 3 روز میان سر کار، اونم پاره وقت. مغازه اولی که توش کار میکنن شیشه شیر، پستونک، محصولات مراقبتی مادر کودک و اینجور چیزاست محصولاتشون. که این مغازه اولی خودشون سناریو نویس و ادیتور دارن تو گروهشون. همشون هم به یک اندازه از حقوقی که میگیرن. کار من مال اینجوریه ما بیارم که نباشه باشم قیمت من خوبه یعنی این دوتا رو راه. چیزایی هم که دارم برای تولید محتوا سپایه دوربین، میکروفون و گوشی خود سابکارشونه که 13 پرو مکسه. حالا اینا هم چند تا ویدیویی هستش که اون روز سناریو نویس براشون فرستاد، اینا هم ضبط کردن و بعد ضبط فرستادن برای ادیتور که کابل و خود پست رو ادیت کنه. اینجا مغازه دومیه که میاد شرکت اینجا توی شرکت واسه خودشون اتاق دارن، تو قبلیه نداشتن. مغازه دوم هیچ سناریو نویس و ادیتوری نداره و صرف تا صد کار پیج با خودشونه. این پیج دومی محصولاتشون صندلی ماشینیه که مثل این که نوزادی تا چند سالگی استفاده میشه. بسته. اوکی. حالا من محتوایی که ضبط میکنن و پشت صحنه‌هاش هم واسهتون میذارم که ایده داشته باشین چه جوری ضبط میکنن. مریم Why are you running? Why are you running? ببین تو میای راجع به صندلی ماشین توضیح میدی خب بعد ما اونجا دعوا میکنیم. اوکی مشکل نداره بیا. سوزایی. زد نزدی؟ اوکی زدم. به صندلی ماشین من بچه‌م بردیم. صحبت کنم. فقط تون بگو ویدیو طولانی. صندلی ماشینی یکی از آیتم های مهم سیسمونی. همونجور که میدونید صندلی ماشینی خیلی باحاله. قیافم خیلی اسمم باحال شد نگاه کن. بیا از این بکن. بابا این هم همون ویدیویی که الان پشت صحنه‌شو دیدین. ما فکر کردیم خیلی ویو بخوره یا بره اکسپلور ولی متاسفانه کلا 2000 تا ویو خورد. برسیم به بحث جذاب حقوق. آره خب خیلی کم میگیریم. مثلا خیلی ها واسه حقوق ادمینی میخوام بیان ببینم اصلا میصرفه یا نه. چه غلطی داری میکنی؟ مینمون فعلا این داداش بشین ریتم داشته باشه. حقوق. حقوق ادمینی به خیلی چیزا بستگی داره. اینکه شما چه روزایی میایین سر کار، اینکه سابقه کاریتون چقدره و حتی به محصولی که میفروشین هم ربط داره که آیا اون محصول پورسانت خوبی به شما میده یا نه. مثلا اینا پستونک میفروشن، از پستونک واسه شما سود چیزی در نمیاد ولی حقوق ثابتشون خوبه. مثلا فرض کن در ماه واسه 5 شرکت کار کنی، حقوق چقدر میشه؟ اینا از 2 جا الان توی یکیش دارن 5 تومن میگیرن، توی اون یکیش که اینجا باشه 7 تومن میگیرن. درسته دیگه؟ ما کلن ادمینای خیلی زیادی داریم. ادمین پاسخگویی دایرکت، ادمین تولید محتوا، ادمین ادیت، سناریو نویسی، تبلیغات و خیلی چیزایی دیگه. اگه تازه شروع کردید این شغل رو یا به سناریو نویسی و ادیت و این چیزا علاقه دارید، حتما چند تا کار خفن انجام بدید. همونا رو به عنوان رزومه و نمونه کار ارائه بدید به کارفرما. سوالی هم اگر داشتید تو کامنت ها بپرسید، اگر بدونم حتما جواب میدم. I love you.